و مسلمانان باید برای یکدیگر همچون آینه باشند. مسلمانان باید برای یکدیگر مؤمن باشند، برادر باشند، چنانه که هر چیزی که برای خودشون میخواهند برای برادرشون بخواهند. پیامبر محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه ایمان هیچ یکی از شما کامل نشده است اگر هر چیزی که برای خود میخواهد برای برادر خود بخواهد. در همین حالت ایمان انسان کامل میشه. هر چیزی که برای خودت نمیخواهی برای برادر و خواهر مسلمانت هم نخواه. دوست می‌داری که هیچ کسی تو را غیبت نکند، تو را تحقیر نکند، تو را تهمت نکند، بهتان نزند، تو را پس نگوید، به ناموس تو چشم اعلا نکند. پس ای جوانان شما هم به دیگران همین معامله داشته باشید. و دوست نمی‌داری که یک انسانی تحقیر کند، پس تو هم باید به یک برادر مسلمان تحقیر نکنی. طوری گفته بودیم امروز رشد تکنیکی و تکنولوژی کل دولت‌های دنیا را در مسئله پیشگیری فعالیت تخریبکارانه گروه‌های افراطی مشکل‌تر کرده است. گروه‌های افراطی و منفعت‌خواه همیشه از امکانیت‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. از این خاطر عین حال نامگوی سازمان‌های چنین گروه‌ها و صحیفه‌های آنهایی که در شبکه اجتماعی به سمع شما می‌رسانند به نزدیکان و پیوندان خود در هر منطقه باشند، مخصوصاً برادران ما که در مهاجرت مهنتی هستند، حتما از ضرر این گونه صحیفه ها و سایت ها خبردار سازیم، آگاه سازیم تا اینکه جوانان ما ناکام نشوند. جوانان ما تمام شیرینی ها رو ترک میکنند، آغوش فرزندان و خانواده رو ترک میکنند، وطن عزیز رو ترک میکنند تا اینکه قوت لا یموت به دست بیارند، تا اینکه یک مهنت حلال کنند و یک مالی به دست بیارند. پس در اونجا باز گروه‌هایی هستند که میخواهند این جوانان ما را از راه زنند، میخواهند از همون دارایی‌های آنها، از همون مبلغ‌هایی که با چقدر زحمت‌های زیادی به دست آوردند میخواهند که کسب کنند و صحیفه‌ها و تشکیلات‌های تروریستی خود را پیش ببرند. من همه آنها را نمیخوانم، بعضی آنها را میخوانم برای آگاهی شما. سازمان‌هایی که در آن پیوست بدن یا اینکه مبلغ گذاری کردن به آنها سبب ناکامی جوانان می‌گردد. سامانه نهضت رو ارشاد و نهضت ارگ و استاک نیوز، اصلاح نیت و دیگر محمد مدنی زیادند. سایت هایی که اکثریت این سایت ها رو می‌بینید نام‌های اسلامی ماندند. برای چی؟ به خاطر میخواهند که مسلمانان جوانان کم‌آگاه را جلب کنند و سپس از آنها سوء استفاده کنند. در یوتیوب هم حق تیوی، پالیتیک تیوی، حزب نهضت اسلام، گروه 24 و دیگر صحیفه ها و شبکه های اجتماعی هستند که من یکی از آنها را تماشا کردم. بغیر از فحش گویی، بغیر از تحقیر، بغیر از بدگویی ها و سخن های بی اساس دیگر هیچ چیزی ندارد. بغیر از سخن های پوچ دیگر هیچ چیزی ندارد. با همون سخن های پوچ خود میخواهند جوانان ما را ناکام و بدبخت سازند. برادران عزیزم، آنانی که در اروپا از حساب بعضی از جوانان ما که در مهاجرت مهنتی هستند از مال آنها، از دارایی آنها سوء استفاده کرده در اروپا و دولت‌های غرب استراحت میکنند. چقدر غمگین میشود انسان وقتی میبیند یک جوانی 20 ساله 18 ساله که هیچ آگاهی ندارد به دام همین بدخواهان اسلام، بدخواهان دین و بدخواهان ملت افتادند و تمام عمر جوانیشان را برباد کردند. پس برادران عزیزم، پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر یکی شما مسئولید. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یکی از شما مسئولید و کلکم راع عن مسئولیته و هر یکی از شما از مسئولیت‌هایش پرسیده میشود. از شما پرسیده میشود که چی کار کردید، چی عملی انجام دادید، چی نیکی کردید و از زیردستانتون، از خواهرانتون، از برادرانتون، از همسرانتون، از فرزندانتون، از تعلیم آنها، از حیای آنها، از ایمان آنها
از ادب و اخلاق آنها از شما پرسیده می شود. خداوند جل و علا همه ما و شما را می پرسد، از خودمون، از خانواده‌مون، از همسایه‌مون، از کشورمون، از وطنمون. مسلمان نباید انسانی که بی توجه باشد به هیچ، در تقدیر خود، در تقدیر فرزندان، در تقدیر خواهر و همسر و مادر خود، در تقدیر همسایگان و وطن خود بی‌پروا باشد. پیامبر محبوبمون میگوید اگر یکی از شما با معده کار خواب کند در حالی که همسایه‌اش گرسنه است، ایمان او ضعیف است، ایمان او کامل نشده است. پس این از چی درک می‌دهد؟ از اینکه خداوند جل و علا ما را پیش از همه از خودمون، از پدر و مادرمون، از همسر و فرزندانمون، تا حتی از همسایه و جمعیت و وطنمون ما و شما را میپرسد که چه خدمتی به وطنتون کرده، چه خدمتی به خود و فرزندانتون کرده. اگر ما بی‌توجهی کنیم، در حقیقت هم خود ناکام میشویم و هم دوستان و نزدیکان ما و شما. همیشه در تماس باشیم با فرزندان، نصیحت کنیم، همیشه با خدا باشم، همیشه با یاد پروردگار جل و علا باشم. هر یک تاجیکی که در بیرون از تاجیکستان استقامت میکند و زندگی میکند، اون نماینده یک ملت بزرگ است. با عمل و رفتار خود او سیمای یک ملت است. رئیس شورای علمای مرکز اسلامی دکتر عبدالقادرزاده وقتی در فدراسیون روسیه در شهر مسکو با مهاجرین صحبت میکردن، با برادران خواهران ما، در اونجا گفتم که هر یکی از شما، هر یکی شما سفیران این سرزمینید. همه شما سفیران و نمایندگان این ملت و این سرزمینید، نمایندگان دینید. در صدر اسلام برای تبلیغ دین و اخلاق هیچ بنر و هیچ سایت و هیچ رسانه و هیچ تشکیلاتی در کار نبود. همه مسلمانان همه الگو بودند. پس باید برادران و خواهران ما که در بیرون از این سرزمین زندگی میکنند یا فعالیت میکنند و کار میکنند و مهنت میکشند، باید همیشه با آنها باشیم، مخصوصا پدران مادران. همیشه باید نصیحت کنیم. تنها از درآمدشون نپرسیم که چند قدر درآمد کردی و چند قدر روان باید کنیم. اینها هم لازمند، اما بعد از نصیحت ها، بعد از راهنمایی ها باید تأکید کنیم که به هیچ گروه افراطی پیوست نشوند، داده نشوند. آنانی که بعضی آنها ریش ماندند، بعضی آنها انسان‌های مخلص سله می‌پوشند، لباس‌های زیبا می‌پوشند و خداوند سوگند مقصد آنها نه خدمت دین است نه این چیزی. می‌خواهند که مردم را افراطی کنند، گمراه کنند و دارایی و ثروت جمع بیارند. با خون و ناموس و ایمان مسلمان‌ها بازی می‌کنند. پس نصیحت کنیم که آنها همیشه با ذکر خداوند باشند، با رفتار خود، با کردارهای خود، با گفتارهای خود یک نمونه نیک این ملت باشند. همه ما باید یک الگو باشیم و جوانان ما باید همیشه در تماس باشیم با جوانانمون، تا اینکه با اخلاق خود، با کردار خود هم یک نماینده خوب این ملت بزرگ باشند و در برابر اون یک مسلمان کامل باشند. برادران خود را، خواهران هم ملت خود را دستگیری کنند. متاسفانه میشنویم بعضی از انسان‌های پستی، انسان‌های بد اخلاق، انسان‌هایی که جنایتکارند در اینجا در فدراسیون روسیه میروند و همون مهاجران و همون بیچارگان و همون جوانان را وادار میکنند، از آنها مبلغ میستانند، چند تا از آنها را گرفته آوردند. اونها رحمی به خود نمیکنند، رحمی به هم ملت خود نمیکنند، رحمی به مسلمانان نمیکنند. برده چند تاجیکی جوانان ما را بردن زدن، هم ملت خودش مبلغ دارایی رو غصب کردند. به خدا وقتی میشنویم که یک جوان تاجیک با تاجیک خود همین عملها رو روا میبیند، انسان رو درد میگیره. پس برادران عزیزم، همه ما و شما مسئولیت داریم و خداوند جل و علا ما و شما رو از فرزندانمون، از نزدیکانمون، از محیطمون، از وطنمون ما و شما رو میپرسد. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که
ابی امامه الباهلی رضی الله عنه روایت میکند، میفرمایند من احب لله، هر کسی که به خاطر خداوند دوست بدارد، به خاطر خداوند دوست بدارد، به خاطر خداوند دوستی کند، با هر انسان‌های پستگوی غیبتچی بیهودگو دوستی نکنید. جوانان عزیز، دوست است که انسان را در این دنیا کامیاب میکند و سعادتمند میکند و در آخرت سربلند و عزتمند و از مایه عزت انسان میشه. انسان‌های صالح را دوست بگیرید، انسان‌هایی که شما را در تنهایی خطاییتان را اصلاح میکنند، شما را بر راه راست راهنمایی میکنند. انسان‌هایی را دوست بگیرید که نه به مقام شما، نه به جایگاه شما، نه به دارایی شما، نه به رتبه شما نظر نمیکنند. آنها تنها به خاطر رضایت پروردگار جل و علا دوستی میکنند. من احب لله و ابغض لله، و به خاطر خداوند بد میبیند گروهی را. هر انسانی که فتنه‌گر است از او دور بیستید. یکی از انسان‌های نامش را هم نمیگیرم برای که لایق نمیدونم، یک انسانی نمیدونم از خرافاتی هم گذشته است، در شبکه‌های اجتماعی همه انسان‌ها را به کفر و شرک، تمام مسلمان‌ها کافر هستند، تمام این ملت بزرگ رو میده و کلان او را مشرک و کافر می‌دانند. خود را نسبت نمیدونم به کدام شهر میکنند، همه را کافر میدونند. حفظی از این وطن رو نادرست میشمارند. شما اینها رو گوش نکنید. این گونه گروه‌های افراطی و تروریست انسان‌هایی هستند که اینها در اسلام یک سرطانند. اینها تنها مسلمان میکشند و تخریب مسجدها میکنند و دیگر هیچ خدمتی به اسلام مسلمانان نکردند. و در اخیر دعا میکنیم خداوند جل و علا جوانان ما را که در هر وطن و در هر سرزمینی باشند در پناه اسمت خویشش نگهبان باشد. راه کشید. استاد دوام میدیم ان شاء الله.